من بلد نیستم زیاد حرف بزنم. او حرف زدن رو بیخیال، حالا اون حرف زدن انقدر مهم نیست، مهم اینه که شما دیپلماسی بلدین. ما رو دیپلماسی وادار میکنه که بلد نیست. بلد نبود. عوضش با مسائل جنگی شما خیلی آشنایین آقای پزشکیان. نفر میخواد بره اونجا یه هفته طول میکشه، از چند تا کانال باید رد شه. این موشک چجوری رفته اونجا؟ مگه موشک از گیت میخواد رد بشه؟ ولش کن، یه 4 تا آیه برام قرآن حداقل بخون. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. حالا یادم بیاد الان بلده، یه ذره هول شده، یه دقیقه نگاه کن الان سری برات میخونه. توصیه میکنه به این که ما کذالک جعلناکم. نه ای بابا، خب عربی سخته دیگه، چه انتظاری حالا شما از این بنده خدا دارین؟ بذار اصلا یه 2 تا بیت برامون شعر بخونه ها. جام اصلا رئیس جمهور رو چه به شعر؟ رئیس جمهور برای چیزای دیگه اومده، چه انتظاری داری؟ روابط دیپلماتیکو بچس. زحمت افتادید میومدیم خدمت شما. ای بابا، روخونی رو که دیگه بلده بخونه که. و اندیشه های امام خمینی ره متر سر اینن، منتظر اینن ما با هم دیگه دعوا کنیم. باشه بابا باشه، هیچی بلد نبود، خیلی خوب، ولی عوضش انقدر مرد هست که یه حرفی بزنه سفتم روی اون حرفش وایسه، حرفشم برنگردونه، محکم از حرف خودش دفاع کنه. مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست، رو زمینه نی. تو بزن باز میسازیم. خب اومد زد، الان دوباره ببینیم درست کنیم بازم میاد میزنه. یکی بگه میخوام چیکار کنیم. برو بابا.